بچه این ویدیو رو ببینید. میدونی کجاست؟ نفس بکش ببین. تو نباد منو بیدار میکردی. خب این آموزش کاملا با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده که من تو این آموزش از 3 الی 4 تا سایت استفاده کردم: سورا، چت جی پی تی و حذف واترمارک و یه سایتی برای بالا بردن کیفیت که تمام اینها رو براتون توی دیسکریپشن گذاشتم که به صورت تک تک میتونید آموزشاشو ببینید. حالا صحبتی اصلی ما ساخت ویدیو به صورت طولانی مدت هست، یعنی با زمان بیشتر. این تصویر اولی که میبینید من کل این ویدیو رو با یه عکس ساختم که عکسشو براتون اینجا الان دارم میذارم ببینید. تمام این آموزشی که ویدیو ساختنی که گذاشتم با استفاده از همین عکس بوده. من این عکس رو که توی شروع ویدیو هم میبینین گذاشتم توی سایت NEREC که براتون بالا تگ میکنم. ببینین آموزششو، حجمشو و کیفیتشو بردم بالا. بعد اینکه کیفیتشو بردم بالا آوردم تو چت جی پی تی که بتونم ازش یه سناریویی بکشم بیرون و با استفاده از سورا بتونم یه ویدیویی ازش بسازم. حالا مراحل کارمون کلا به این شکله: اول عکسمون رو کیفیتشو بردیم بالا، داخل چت جی پی تی گذاشتیم، سناریو ازش گرفتیم، توی سورا ویدیوهای مختلف وایس ساختیم، با سایت آن واترمارک حذف کردیم واترمارک سورا رو از روش و در نهایت خروجی کامل ازش گرفتیم. برای شروع کارمون من همین عکسی که اینجا من تمام صفحاتو ببندم، بقیه صفحاتو توی چت جی پی تی روی این به علاوه کلیک میکنم. دیگه لازم نیست توضیح ریز بدم که چت جی پی تی کجاست و لینکش چیه و اینها. من اینجا میام این عکسی که داشتم و وارد خود چت جی پی تی میکنم. براش می‌نویسم میخوام، حالا من توی پرامپت نوشتم که یه سناریو بنویسی که حدوداً 5 تا فیلم 15 ثانیه‌ای باشه. چرا میگم 15 ثانیه‌ای؟ چون سورا هر کلیپی که به ما میده تا 10 ثانیه یا 15 ثانیه. حالا من 15 ثانیه گرفتم تا بهم سناریو بده. حالا گفته فیلم یک بیداری غول 15 ثانیه، غروب، دوربین از پایین به سمت صورت مجسم بالا میره اینا. حالا من میخوام تیکه تیکه برام بنویسه سناریو رو. حالا داره 5 تا سناریو برای من مینویسه. من تا موقع سناریو اول کپی میکنم، اینجا میام تو سورا هم که لینکشو گفتم توضیحات براتون گذاشتم. حالا گزینه استوری بورد هست که به صورت پشت سر هم میتونیم بسازیم، ولی گفته صحنه اول صحنه دوم، ولی من فعلا نمیخوام با این کار کنم. میگم با هم نسخه قبلش اگه شما بخواید کار کنیم به چه شکله که روی به علاوه کلیک میکنیم. حالا من چون تا اینجا ویدئویی نذاشتم یک سری یادآوری رو بهم کرده، گفته عکس رو وارد کنیم. عکس اون رو وارد کردیم اینجا. سناریو رو من اینجا پیست میکنم که صحنه غروب، دوربین از پایین به بالا، همین چیزی که دقیقاً چت جی پی تی به من داد رو کپی کردم و اینجا پیست کردم. من روی این گزینه کریت ویدیو میزنم، چند لحظه منتظر میشم. مثلا اینه که یک اشتباهی که من کردم روی تنظیمات اپریشن روی پورتریت گذاشتم که عمودیه، ولی دیوریشن زمانش رو 15 نذاشتم. الان رو 15 زدم، دوباره همین کار رو تکرار میکنم، ایمیج و روی همین گزینه دقیقاً همین متن میزنم بساز. خب تا موقع که این میسازه من میخوام یک متن به شکل دیگه بنویسه. حالا یک سناریو به صورت تمام انگلیسی بهم بده. حالا اینو به صورت انگلیسی بهم داد. کلیپ اولش دوباره من کپی میکنم، میام تو سورا همین مراحل رو تکرار میکنم، روی به علاوه کلیک میکنم، عکس اول اون رو باز میکنم و پیست رو میزنم تا به صورت انگلیسی هم برام ساخته بشه. نکته که هست، هر بار که شما میخواین ویدیو بسازید میتونید از 3 تا ساختش کلیک کنید. یعنی من اگه دوباره بخوام برام ویدیو بسازه اجازه نمیده، میگه شما 3 تا ویدیو در حال ساخت دارین الان. حالا ما منتظر میشیم تا اون 3 تا کامل بشه. از کجا میتونیم متوجه بشیم؟ روی این قسمت روی عکس پروفایلتون کلیک میکنید، روی درفت کلیک میکنید و میبینید اینجا 3 تا ویدیو در حال ساخت داریم. یه چند لحظه منتظر میشیم تا ویدیومون آماده بشه تا ادامه توضیحات بهتون بگم. 3 تا ویدیومون ساخته شد. حالا ما 3 تا ویدیو مختلف با یک سناریو داریم. خب دوباره میریم تو قسمت چت جی پی تی مون. من همین فارسی ها رو انتخاب میکنم، پرامپت دومی رو بهشون وارد کنم، میام تو سورا دوباره همین عکسی که اینجاست. نکته مهمی که اینجا داره، کافیه که کلیپی که مد نظرتون رو انتخاب کنیم. به عنوان مثال من همین کلیپ رو انتخاب میکنم، صداشو قطع کنید از این بالا. از اینجا میتونید دانلودش کنیم کلیپ رو. روی دانلود کلیک میکنیم. دانلود که کردین
باید آخرین عکس فیلممون یا آخرین فریم فیلممون رو انتخاب کنیم. من اینجا میام یک استاپ میزنم. حالا من با پات پلیر دارم این کارو انجام میدم. شما میتونید با پایتون این کارو انجام بدین یا اگه تو گوشی هستین با کپ کات یا این شات هم میتونید این کارو انجام بدین. حالا من همین قسمت رو با دکمه پرینت اسکرین این کارو عکسشو میگیرم. همین قسمت که میشه فریم آخرمون. حالا این شما با جزئیات بهتر این کارو انجام بدین تا خروجی بهتر بگیرید. من میام دوباره توی سورا تو این قسمت کنترل وی میزنم تا عکسی که کپی کردیم اینجا وارد بشه و دوباره میام اینجا توی چت جی پی تی پرامپت دومین صحنه‌مون رو کپی میکنم. اینجا میام اینجا و روی این گزینه میزنم تا این آماده بشه. باز منتظر میشم تا این نسخه بعدیمون اینجا آماده بشه. دوباره شما میتونید چند مرحله هم این کار انجام بدین. یعنی چی؟ یعنی اینجا بیام من دوباره عکس رو بارگذاری کنم که 2 مدل یا 3 مدل مختلف به هم ویدیو به همین سبک بده. چون هر 3 بار میتونیم بسازیم. من یه بار دیگه این کار انجام میدم و دقیقاً با یه پرامپت و یه عکس 3 تا فریم 3 تا درخواست فیلم جدا دادم تا منتظر میشم تا این 3 تا هم آماده بشه. 3 تا ویدیو جدید اونم ساخته شد. میبینید که به صورت مجسمه داره میاد بیرون و حالت رعد و برقش هم اطرافش هست و اینا. یا هم که میتونید مثل نمونه که خودم ساختم من فارسی براش نوشتم میخوام مجسمه از توی زمین بیاد بیرون و بیاد به سمت شهر و مردم هم از دستش فرار کنن. ببینید شما حالا هر کاری میتونید با این آموزش انجام، یعنی مثال میتونید برج آزادی داشته باشین، بگین تمام مردم دارن میان نزدیک برج آزادی و نمیدونم یک تعداد هیولا دارن نزدیک میشن. هر متنی تو ذهنتونه میتونین بنویسین و بسازین و کاملا رایگانم هست. بعد از اینکه دانلود کردین، حالا آموزش دانلود که بهتون گفتم، کافیه که ببرین توی کپ کات، حالا کمتازی یا هر نرم افزاری که برای کار فیلمتون، پریمیر، هر چی استفاده میکنین، ببرین داخل اون و فیلم‌ها رو به هم بچسبونین. وقتی که به هم چسبونین فیلم‌ها رو، کافیه که بیان تو سایت ریموو واترمارک، تو اینجا روی آپلود ویدیو کلیک میکنیم. حالا من همین فیلمی که خودم ساخته بودم و اگه بتونم پیداش کنم براتون بیارم. مثلا همین فیلمی که من دارم صدا رو قطع کنم، این فیلمی که خودم ساختم به حسابش گفتم اون چرخ و فلک رو بردار و توی شهر بازیه، بیاد تو شهر و اون دستش باشه. همینجور داشتم ادامه میدم. برای اینکه بتونیم این واترمارک سورا رو پاک کنیم و توی این لینکی که براتون توی دیسکریپشن میذارم کلیک میکنیم. اینجا که اومدیم کافیه که بیایم اول فیلم، هر جا واترمارک میبینین با این انتخابش کنید. میتونید براشون هم اینجا کوچیک‌تر کنید که هر چی کوچیک‌تر کنید جزئیات بهتری رو میتونید ازش استفاده کنید. اگه جایی هم اشتباه کردین با این حالت میتونید پاک کنید. حالا من براشو کوچیک‌تر میکنم، اینجا انتخاب میکنم، باز میام جلوتر، اینجا هم هست انتخاب میکنم، هرچقدر جزئیات بهتر، کیفیت بهتر و خروجی با کیفیت. دوباره اینجا هم میاد و اینجا هم این کارو انجام میدم. بعد از اینکه این کارو انجام دادم، میایم پایین، میایم روی گزینه ریموو، اینجا کلیک میکنیم. گفته 2 یا 3 دقیقه زمان میبره تا یه خروجی با کیفیت و بدون واترمارک به همون تحویل بده. به این شکل ویدیومون هم ساخته شد که واترمارکش حذف شد. حالا از این قسمت میتونین فیلم اصلیتون رو ببینید، از این قسمت هم میتونین فیلمی که واترمارکاش حذف شده رو ببینید. نکته که اینجا می‌خواستم بگم، شما میتونید تیکه تیکه فیلم‌ها رو به صورت رایگان با سورا و استفاده از چت جی پی تی برای خودتون ایده‌یابی کنین و از عکسایی که دارین برای خودتون یک موضوع جالبی که تو بازار یا توی روز ترند هست رو بسازین و تو این استایل کلیپی می‌ذارین بهتر کنین کلا. حالا بخوام دوباره اگه تکرار کنم براتون، شروع کارمون شد عکسمون رو دادیم به چت جی پی تی، یک ایده ازش گرفتیم با سناریوهای مختلف. حالا گفته بود اولین حرکت اینجا توضیحی که داده به صورت فیلم گفته سنگ به گوش تبدیل شده. حالا اینجا اگه تو سورا نگاه کنین تو همین ویدیو سنگ به حساب به حالت آدم تبدیل شد و همینجوری به ما یه سناریوی داده که میاد تو شهر رو و کلا به این شکل انجام میده. بعد از این کار که سناریو گرفتیم توی سورا میتونیم ویدیوش رو بسازیم. بعد از اینکه سورا ویدیو رو گرفتیم با ابزارهای فیلم سازی مثل کپ کات، پریمیر، هر چیزی به هم وصل میکنیم و در مرحله آخر ریموو واترمارک و در آخرم توی یوتیوب، اینستا یا هر جایی که میخواین میتونین بارگذاری کنین. اگر از این سر ویدیو خوشت میاد که مثل خودم پروژه محور باشه و خودم بهتون تیکه تیکه بریم جلو، قدم قدم بگم چجوری ساخته شده، حتما ما رو دنبال کن، لایک و کامنت یاد نره. اگه نقدی یا سوالی داری تو نظرات حتما بپرس تا بتونیم با هم دیگه کمک کنیم و یک ویدئویی با کیفیتی بسازیم. ممنون، خدا نگهدار.